سر من خوردم. خانم چیکار میکنی؟ یه سوپ واسم درست کن. زنگ بزن به این پسر بگو شلغم بیاره. هیچ وقت فکر نمیکردم زندگیم اینجوری تموم شه. خانم بیا میخوام وصیت کنم. این اوکالیپتوس خیلی خوبه، دماغم بس شد. کرونا گرفتم نه؟ این انفلانزا جدید است. امروز خدا رو شکر یه ذره بهترم. خانم چیکار میکنی از صبح تو آشپزخونه؟ این دختره با کی بیرونه؟ اصلا رفیقش کیه؟ خانم ما یه پسر داشتیم چند سال پیش. کجا دارن؟ نمیبینمش. خدا رو شکر آقا احمدی، خدا رو شکر امروز خیلی بهترم. ان شاء الله از فردا میریم دور پارک رو میزنیم. دیدین توی مسافرت با اتوبوس من قرصماس نمیخورم. من قویم، من آدم قدیمم. آخه خانم این سریالای ترکی چیه؟ تو از چه داری میبینی؟ الان این کیه؟ این خانومه کیه الان؟ آخه این زن اون نبود؟ زن اینم هست؟ دوگانه سوزه؟ این کدوم زن کدومه؟ پس چرا تو بغل اون یکیه؟ موده؟ این از arkadaşları بود؟ چرا بازن اونم هست؟ خانم بس اون جارو برقی رو خاموش کن، مغز سرمون رفت. بس چقدر دستمال میکشی، تمیز شد دیگه. بس